آخرین باری که نماز خوندی کی بود؟ نماز خوندم 30 روز پیش. 6 سال پیش فکر کنم، 7 سال پیش. یادم نمیاد. امروز صبح تقریبا 2 سال پیش. فکر کنم 7-8 سال پیش. بچه بودم. دقایقی پیش. خیلی سال پیش موقعی که فکر می‌کنم دبیرستان بودم. اون موقع چرا خوندی؟ دوست داشتم، حال میداد بهم. مثلا یه حس خوبی بهم میداد. چون مدرسه گفته بود. مجبورمونم می‌کردن. امر خداست. یه اعتقاداتی داشتم. وقتی من نماز میخونم یک آرامش خیلی خاصی میگیرم. آخرین باری که با خدا حرف زدی کی بود و چی گفتی بهش؟ نمیشه نگم چی گفتم؟ تقریبا 1 ساعت پیش. کمک خواستم ازش. همیشه گله میکنه. شخصیه، نمیشه زیاد بیانش کرد. نیم ساعت پیش ازش خواستم که هوامو داشته باشه. یعنی من راه میرم با خدا صحبت میکنم. داداش تو هر جایی دلت پر میشه نمیدونی چی بگی و میزنی به خدای خودت. بودم از چند دقیقه پیش. کاری که میخوام انجام بدم برای امروزم نه برای فردا و آینده‌ام. با خدا صحبت میکنم. ما اینجا یه پاکت نامه‌ای داریم. فرض کنید این از خدا اومد. اگر امکانش هست باز کنید، با صدای بلند بخونید. چرا به من ایمان داری؟ چون که جواب همه آرزوامو داده تقریبا. حالم اینجوری بهتره. چون دوستش دارم. دلیل نمیخواد به نظرم. یه چیزی که ذاتیه و همیشه و هر جا کنارم بوده و حسش کردم. یه حس دلیه دیگه داداش. میبینی تو شاید مثلا یه چیزی رو دلی دوست داری، نمیدونی چرا دوست داری. برای که من تمام هستیم، تمام وجودم، تمام نعمت‌هایی که دادی همه رو از تو دارم.